سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من بهناز هستم و خیلی خوش اومدید به چنل ایده، انگیزه و ترفند. اینجا جاییه که قراره با هم رشد کنیم، ایده بگیریم، انگیزه بگیریم و هر روز یک قدم کوچیک ولی مهم به سمت بهتر شدن برداریم. اگر دنبال این هستی که هر روز یک تلنگر مثبت بگیری یا یک ایده جدید یاد بگیری یا یه ترفند ساده اما کاربردی که زندگیت رو بهتر بکنه، حتما چنل رو سابسکرایب کن. من اینجا کنار شما هستم تا با هم یک جامعه قوی و پر انرژی رو بسازیم. پس اگه آماده ای بزن بریم سراغ اولین ایده امروزمون. خب اولین چیزی که میخوام باهاتون امروز به اشتراک بذارم اینه که برای شروع کردن لازم نیست کامل باشی، اما برای کامل شدن باید شروع کنی. خیلی وقتها ما منتظر یه زمان مناسب، یه شرایط بهتر یا یه حس خوب میمونیم، اما واقعیت اینه که هیچ وقت زمان کامل نمیرسه. تو فقط باید قدم اول رو برداری، کوچیک یا حتی لرزون. همین قدم کوچیکی که مسیر رو برات روشن میکنه. پس ازت میخوام همین امروز، همین الان یک کار کوچیکی برای هدفت بکنی. اون هدف میتونه نوشتن باشه، میتونه تحقیق باشه، میتونه حتی فقط یک تصمیم ساده باشه. مهم اینه که حرکت کنی، چون وقتی حرکت میکنی دنیا با تو همراه میشه. و در آخر اگر ویدیو برات مفید بود لایک کن، برام کامنت بذار که تو امروز قراره یه قدم کوچیک برداری. منتظر ایده ها و انرژی های خوبتون هستم. تا ویدیو بعدی قوی بمون، بدرخش و محکم.